درست 4 سال پیش بود که برای اولین بار در خونه همسایمون دیدمش. با اون کاپشن چرمی مشکی پلیسی و اون کفش و کمربند قهوه‌ای. از بچگی عاشق مردایی بودم که کفش و کمربند همرنگ و خوشگل می‌بستن. محو شیک پوشی و تمیزی سر و وضعش شده بودم. این چند دقیقه‌ای که طول کشید تا بتول خانم در خونمون رو باز کنه، سرمو زیر انداخته بودم، ولی چشم مات کفشاش بود. صدای دو رگه دلنشینی داشت. چقدر قشنگ میخندید. دلم میخواست ببینمش، ولی جرئت نداشتم سرمو بالا کنم و چهرهشو ببینم. قلبم داشت از جاش کنده میشد. خجالت میکشیدم. خودم خوب میدونستم که حالا صورتم حسابی سرخ شده، چون بدنم خیس عرق شده بود و آتیش گرفته بود. دست و پاهامو گم کرده بودم. همیشه هر وقت که اینجوری میشدم دور و بریام میگفتن حسابی سرخ شدی و دوستام اسممو لبو میذاشتن. این سرخ شدن صورت منم حسابی برام مایه خجالت شده. در خونمون باز شد و هول کرده و گیج و منگ زودی رفتم توی خونه. ولی نمیدونم چرا تکیه از وجودم و انگار پشت درجا گذاشتم. انگار وقتی رفتم توی خونه دیگه آیدای همیشگی نبودم. ناقص بودم، نصفه و نیمه. جاسم پسر همسایمون پسری شر ولی شیک پوش بود و مرتب دوست و رفیقاش با موتور و دوچرخه در خونه‌شون رفت و آمد داشتن. ما دیگه به این چیزا و سر و صداهای وقت و نیمه وقتش عادت داشتیم. من با مریم خواهر جاسم چند سالی بود که دوست صمیمی و هم مدرسه‌ای بودیم. وقتی جاسمشون خونه نبود توی این کوچه بنبست حسابی جیک جیک مستونمون به پا بود. ولی این بار انگار این دوست جاسم یه چیز دیگه است. اصلا انگاری برای من اهل یه عالم دیگه است. حالم اصلا رو به راه نیست. یه جوریم. تا حالا اینطوری نشده بودم. دستام سرده ولی عرق کرده. مگه میشه آخه؟ هنوز بوی تند ادکلونش توی سرم پیچیده. دلم نمیخواد هیچ وقت از سرم بپره. تو حال خودم بودم که بتول خانوم با ملاقه روحی زد توی کتفم و گفت میشنوی تو؟ گیس بریده 1 ساعته دارم باهات حرف میزنم و تو هیچی نمیگی. معلومه حواست کجاست؟ نگاه بتول خانوم کردم. میدیدمش ولی نمیشنیدمش. چی میگه؟ اصلا نمیفهمم چی میگه. با صدای لرزون گفتم ببخشید چیزی گفتی؟ چشای قهوه‌ای بتول خانوم گرد شده بود با اون ابروهای تو هم رفتش. گفت ور پریده عاشق شدی؟ بند دلم پاره شد. انگار یه تشت آب داغ ریختن رو سرم. نفسم گیر کرده بود و بالا نمیومد. کمرمو صاف کردم و زل زدم تو چشاش. 2 ساعت پیش رفتی از جواد آقا برای من اپل بخری و بیاری. مانتوهای مدرسه رو دستم مونده و یه دنیا کار سرم ریخته. از یه طرف آشپزی، از یه طرف ظرف و رخت و لباس شستن و هزار فکر و ذکر دیگه. اون وقت تو دختره سر به هوا اومدی نشستی اینجا، هنوز چادرتو از سرت بر نداشتی. دختر خجالت بکش، کلاس 9می مثلا. این شهریور که تموم بشه میری کلاس 10. هنوز فکر میکنی بچه ای؟ همش تقصیر اون بابای سرخوشته. اگه 2000 فکر من بود حال و روز تو و این خونه این نبود. این 5 ساله که زن بابات شدم اندازه 50 سال پیر شدم. 20 روز دیگه، فقط 20 روز دیگه به اول مهر مونده و باید یه عالمه مانتو بدوزم و تحویل مدرسه بدم. خیر سرت مانتوی خودت هم هست و میخوای 4 سبای دیگه بپوشی و بری کلاس و درس. خبر مرگت که بری و بر نگردی. با تو هم میشنوی سر به هوا. حواست هست؟ میگم دکمه هایی که گفتم بخری کو؟ چرا 8 تاش کمه؟ خودمو بدوزم به مانتو. زنهای مردم فکر قروفر خودشونن، اون وقت من بدبخت بعد میام اینجا کلفتی خانومو بکنم. همین زهرا خانوم زن عباس آقا بقال سالی 2 بار میره مشهد و 2 دست مبل و صندلی و تلویزیون رنگی تو خونش داره. اون علنگوهای بتول خانوم داشت هرس میخورد و میگفت و میرفت. تمام این حرفاشو از بر بودم، از بس که توی این 5 سال مرتب اینا رو ازش شنیده بودم. دلم میخواست جیغ بکشم و بگم بسه دیگه اینقدر غر نزن، یا یه چسب بزرگ پیدا کنم بزنم دم دهنش تا نتونه حرف بزنه. با فکر به این که بتول خانم صداش برای همیشه قطع بشه و فقط تصویر باشه ناخودآگاه زدم زیر خنده و بعدش نفهمیدم چی شد که سرم سوخت.
دستمو به سرم گرفتم و نگاهم به دمپایی ابری کنار دستم افتاد. تازه فهمیدم بتول خانم دمپایی رو برام پرت کرده و خورده تو سرم. دوباره زدم زیر خنده و صدای کوفت الهی که نفس بند بره دختره خلوچل گفتن بتول خانم با صدای زنگ در خونه یکی شد. بتول خانم ساکت شد و هول کرد و با ترس گفت ساعت چنده؟ نکنه باباته؟ مگه کلیدش رو صبح نبرده؟ خدا مرگم بده، همه کارام مونده. پاشو پاشو چادرتو بنداز سرت، در خونه رو وا کن تا من اینجا رو جمع و جور کنم. دمپایی ابری رو از کنارم برداشتم و همینجور که هیر هیر میخندیدم داشتم میرفتم که بتول خانم از پشت سر دمپایی رو گرفت و گفت جونت بالا بیاد، اینو کجا میبری؟ بتول خانم حق داشت. من اصلا روی زمین نبودم و رو ابرا برای خودم سیر میکردم. نفهمیدم چطوری رسیدم دم در خونه و در رو باز کردم. مریم هراسون اومد تو خونه و گفت کجاست؟ کجاست؟ تلفن کجاست؟ ترسیدم و گفتم چته؟ چی شده؟ هم زود دوید تو اتاق و چادرش از سرش افتاد تو حیاط. نمیدونستم باید چیکار کنم. رنگ مریم پریده بود و خیلی ترسیده بود. منم زود پشت سرش رفتم. مریم رفت تو مهمونخونه و گوشی تلفن رو برداشت. بتول خانم همینطور که داشت تون تون متکای دور اتاق صاف میکرد حیرون مات مریم شده بود. بتول یه نگاهی به من کرد و من که از همه جا بیخبر بودم شونه بالا انداختم و دوتایی به مریم نگاه کردیم. اومدم نزدیک مریم وایستادم و مریم با صدای لرزونش گفت الو الو بابا بیا جاسمو با علیرضا بردن بیمارستان. بابا بیا بریم سراغشون، تو رو خدا زود بیا. مریم داشت حرف میزد ولی من دیگه نمیشنیدم. فقط تو دلم میگفتم علیرضا، یعنی همون که من تو کوچه دیدم همونه، همون علیرضاست. چی شدن؟ مریم گوشی رو گذاشت و همینجور که حق حق گریه میکرد خودش رو انداخت تو بغل من. سرشونم از اشکاش خیس شده بود. دستمو گذاشتم پشت کمرش و گفتم آروم باش مریم، آروم باش، خدا بزرگه. بتول خانم همینطور که قاشق توی لیوان آب قند تکون میداد گفت بیا دختر، بیا یه قلاب آب قند بخور، حالا پس میافتی یا گریه نکن. گریه کردن تو که دردی و دوا نمیکنه، بگیر دختر. مریم دماغشو با رو سرش پاک کرد و همینجور که اشک میریخت یه قلاب آب قند خورد. نگاه دور و برش کرد. دنبال چادرش میگشت. چادرش رو دادم دستش و گفتم بیا. افتاده بود تو حیاط، برات آوردمش. دلم آروم نداشت. پرسیدم مریم از کجا فهمیدین؟ داداشت با کی بوده؟ کی گفته؟ چی شده؟ چی گفتن؟ بتول خانم هم یه نگاه به من کرد و یه نگاه به مریم. گفت آره چی شده عزیزم؟ یه قلوب دیگه بخور و یه چیزی بگو دختر، دلم هزار راه رفت. مریم اشکاشو پاک کرد و گفت والا خبر مرگم داشتیم با مامانم و عزیز جونم نون میپختیم و جاسمم پای دستگاه نشسته بود فیلمشو میدید و تخمه میشکست که یهو معلوم نشد این عجل معلق از کجا پیدا شد. بعد از کلی بگو بشنو دم در به جاسم گفته که باباش از همون موتورایی که نمیدونم چیه، همونو که جاسم ما میخواسته و تازه تو مغازشون آورده، گفته که بهت قسطی میده. جاسمم از خدا خواسته نفهمید چه جوری رخت و لباسشو پوشید و رفت. هرچی عزیزم گفت نرو، بذار آقات بیاد باهاش صلاح مشورت کن بعد برو. اصلا به گوش نگرفت و رفت. حالا هم اسمت خانم اومد گفت نمیدونم دیده دوتاشون با سر کله زخمی بردنشون. والا خودم هم نمیدونم چی شده. دلواپس شدم و ناغافل رفتم تو فکر. یه دفعه به خودم اومدم دیدم مریم داره میره. گفتم بمون مریم، کجا میخوای بری؟ آخه بابات که نمیذاره تو بری بیمارستان. دختر بمون همینجا. مریم اصلا تو حال خودش نبود و با عجله رفت سمت در و پرده رو کنار زد و با بغض گفت دستتون در نکنه. آیدا تو رو خدا دعا کن آیدا. گفت تو رو خدا و رفت. مریم رفت و هزار سوال بی جواب تو سر من میچرخید. از وقتی من اومدم تو خونه تو الان که زیاد وقت نذاشته. چی شده پس؟ ماجرا چیه؟ اون پسر کی بود؟ علیرضا کیه؟ ای وای. ناراحت رفتم تو اتاق و گوشه دیوار لم دادم. بتول خانم دستشو زد به کمرش و گفت خب خوب شد. کلی وقت که خانم تشریف نداشتین و بعدم که تشریف فرما شدین تو هپروت بودین و قشقش خنده. حالا که حکما میخوای بشینی قصه بخوری یا آبگوره بگیری؟ اصلا حوصله بتول رو نداشتم. گفتم تو رو خدا ولم کن، تو رو خدا چی کار کنم دست از سرم برداری هان؟ بگو
بگو چی کار کنم؟ جارو کنم؟ رخت بشورم؟ چی کار کنم؟ بگو خلاصم کن. بتول زد رو دست خودش و گفت ایوا خدا مرگم بده، چه زبونی؟ دختر همچین حرف میزنی که انگار من مادر فولاد زره هم و تو کزت گوشه مطبخی. بلکه هم خانم تناردیم و خبر نداشتم. آخه تو کار بلدی؟ کار میکنی؟ خاک بر سر من کنم با این شانسم. بتول خانم رفت تو آشپزخونه و صدای جیلی زیلیز روغن و بوی خوب کتلت تو خونه پیچید و من همونجا سر جام ولو شدم و رفتم تو عالم خودم. نمیدونم چقدر گذشت که دیدم بتول خانم میگه دختر گوش نداری تو؟ پشت در خونه رو واکن، زنگ سوخت. چادرم رو انداختم سرم و دویدم دم در خونه. بابام و مرتضی بودن. خیاره و سبزی خوردن ها رو از دست مرتضی گرفتم و دنبالش اومدم تو اتاق. بابام عادت داره وقتی از راه میرسه سر شیر آب و حوض کوچیک گوشه حیاط اول دست صورتش و پاهاشو میشوره و جورابای شسته شدهش رو بنده آویزون میکنه، بعد میاد تو اتاق. خیار و سبزی‌ها رو بردم تو آشپزخونه. بتول خانم که تازه لباسش عوض کرده بود اومد استقبال بابام و گفت سلام مرد، خدا قوت، خوش اومدی، دیر کردی. بابا گفت والا سر کوچه شلوغ بود وایستادم به اختلاط. بتول خانم گفت خیر باشه مرد، چیزی شده؟ بابا حرفی نزد و رفت که لباسش عوض کنه و لباس خونه بپوشه. من و بتول خانم سفره رو چیدیم و نشستیم دور سفره. بابا گفت اون وقت که میگم آدم باید بچهش زیر سرش باشه و ول نچرخه برای همین روزاست که میگم. امروز پسر آقا کاظم همسایه‌مون رو میگم سر کوچه اصلی با یکی دو تای دیگه دعواشون میشه و معلوم نیست اون از خدا بی خبرها چجوری با نامردی چند تا چاقو بهش زدن و در رفتن. میگن سر جاسم رو هم شکستن، مثل اینکه اونها چند تا بودن و جاسم دست تنها بوده. خدا خیرش بده علیرضا پسر قاسم نجار یه دفعه کار خدا از راه میرسه و اونا فرار میکنن. وگرنه اهل محل میگفتن بدجور چاقو زدن و نیتشون شوم بوده، اصلا به قصد کش اومده بودن. معلوم نیست اون روزا چه خبره، آدم دیگه جرئت نمیکنه از خونه بره بیرون. ولی از حق نگذریم. خداییش قاسم آقا خدا بیامرز خوب پسری بار آورده، با وقار، ورزشکار، سر و سنگین، یه مرد به تمام معناست. خدا حفظش کنه. در عوض تا دلت بخواد این جاسم بچه قرتی و بیخاصیته، هیچ چیش به آقاش نرفته. من و بتول خانم جرئت نکردیم حرفی بزنیم و فقط به حرفای آقا جون گوش دادیم. تو همچین مواقعی بابا عادت داشت به در میزد که دیوار بشنوه. کفری میشد اگه کسی وسط حرفش میپرید. اگه رشته کلامش از دستش میرفت که دیگه وا مصیبت ها. مرتضی گوجه سرخ شده ها رو گذاشته بود زیر نونش و داشت با کیف میخورد که بابا رو کرد بهش و گفت با تو هم هستم خیر سر، خوب گوشاتو واکن. وای به روزگاری که ببینم دنبال این بچه قرتیا ول بچرخی و خدا به دادت برسه که سیگار دستت ببینم. اون وقت میری تو قبرستون زیر دست اجدادت میخوابی. مرتضی لقمش نصفه و نیمه تو دهنش بود. دستش به لقمش و سرش پایین و چشاش تو چشای بابا مات مونده بود. جرئت نمیکرد پلک بزنه. هیچکی هیچی نمیگفت. ناغافل بتول خانم مرتضی رو نجات داد و گفت مرتضی حلال زاده است و بچه حلال زادن به داییش میره. میخواد ایشالله مثل همون دایی یاسرش دکتر بشه. خیال جمع آقا مجتبی. مرتضی دست از پا خطا نمیکنه. آقاش خطا نکرده که بچهش خطا کنه والله. بابا یه نگاه نصف و نیمه به بتول انداخت و گفت بله بله، هیتلر هم گیاهخوار بود و اصلا سیگار نمیکشید. خوبه، بس شومتو بخور، یخ کرد. من و مرتضی خندمون گرفته بود ولی نمیشد بخندیم. به زور سرمون رو انداخته بودیم زیر و به روی خودمون نمی آوردیم. بتول خانم از هر دری میزد که خودشو برای بابا لوس کنه و بلکه تو دلش جا باز کنه. ولی بابام عادت نداشت به زن جماعت رو بده. یعنی من که تا یادمه ندیده بودم و همش گرگ و پر بتول بیچاره رو میچید. خیلی دلم میخواست بدونم پس اون پسره که دم خونه مریم اینا امروز دیدم کیه؟ اون موقع اون کجا بوده؟ اصلا جریان چیه؟ نکنه همون بوده که چاقو زده و فرار کرده؟ نه، بهش نمی اومد. خیلی تمیز و شیک پوش بود. اصلا به این لات و لوتا که بابا میگه نمیخورد. فقط نمیدونم چرا کاپشن پوشیده بود. هزار تا فکر داره تو سرم میچرخه. بتول با آرنجش زد تو پهلوم و آروم گفت اگه خیال بافیات تموم شد پاشو سفره رو جمع کنه این 4 تا بشقابو بشور.
بعدش چایی تازه گذاشتم. یه سینی چایی بریز و بیار. نگاه کردم دیدم بابا و مرتضی شامشون رو خوردن و رفتن کنار. بابا داره سیبیلاشو که دوغمالی شده رو پاک میکنه و دنبال یه چوب کبریته که بکنه تو دندونش. مرتضی هم یواشکی رفته تا از زیر پتوی تو اتاق مهمونخونه کارتای بازیشو در بیاره و بشمره. حکما امروز در مغازه که بابا سرش گرم بوده یه 4 تا کارت یا برده یا با یکی تاق زده که خوشحاله. سفره رو جمع کردم و ظرفا رو شستم و یه سینی چایی ریختم و آوردم تو حیاط. بابا تابستون عادت داشت بعد شام رو تخت گوشه حیاط که عصرا بتول خانم براش پشه بند میبست میشست. تو خنکای هوا برای خودش شاهنامه و رباعیات بابا طاهر میخوند و سرش گرم میکرد. خونه ما یه خونه جمع و جور 5 اتاقه و یه حیاط نقلی بود که از کل مال و منال آقا بزرگم این به ما رسیده بود. البته 2 تا عموام اوضاع بهتر نسبت به ما داشتن و عمه لعبت هم که عزیز کرده داداشیاش بود اوضاعش از همه بهتر بود. ولی در کل خدا رو شکر میکنم و دلمون قرصه که تنور خونمون گرمه و سقفش بالا سرمون امن. سینی چایی رو گذاشتم تو پشه بند و چند دقیقه نشستم رو قالیچه رو تخت و بعد گفتم با اجازهتون آقا جون اگه با من کار ندارین من برم بخوابم. آقا جونم که به بالشای رو هم گذاشته شده مخمل قرمزش لم داده بود از بالای عینکش نگاهی به من کرد و گفت خیر پیش به مرتضی هم بگو بره زود بخوابه. بابا گفت مرتضی مثلا 12-13 سالشه هنوز تا یه مشتری رو میبینه دست پاشو گم میکنه. امروز نزدیک بود قفسه لامپا رو برگردونه رو خودش. خدا رحم کرد و اتفاقی نیفتاد. فقط یه لامپ شکست که اونم میگم قضا بلا بوده. گفتم باشه آقا جون چشم حتما بهش میگم. دمپایی قرمزم که پایین تخت بود و پوشیدم و رفتم تو اتاقم. در اتاق من و اتاق مهمونخونه به حیاط باز میشه. یک پنجره بزرگ رو به حیاط با پرده های ضخیم و گل های بزرگ صورتی داره. برای همین من خواه ناخواه سر و صدای حیاط و کوچه رو بیشتر از همه میشنوم. هر روز صبح با صدای جیک جیک گنجشگاهی تو حیاط و گنجشگاهی رو شاخه نشسته درخت انار تو باغچمون از خواب بیدار میشم. بتول خانم همینجور که داشت سبزی خوردنا رو پاک میکرد آروم آروم با بغض با بابام حرف میزد و به بابام گفت 5 ساله که تو خونه و زندگیت اومدم و غیر اون ماه حسله که 6 روز رفتیم مشهد دیگه با هم خلوت نداشتیم و هیچ مسافرتی با هم نرفتیم. آخه چه زندگی ما میکنیم؟ همش کار و بار و خیاطی من و مغازه شما 1000 جور رنگ و رنگ. منم به خدا خسته شدم. تازه دردم یکی دوتا نیست که آقا مجتبی من از بس جواب غریب و خودی رو دادم که چرا یه بچه از خودت نمیاری چرا تنبلی میکنی و سرتو به بچت گرم نمیکنی به خدا پیر شدم. مگه چند سالمه هان خودت بگو مرد من چند سالمه اصلا میدونی؟ نه والا اگه بدونی من فقط 27 سالمه. خب مرد هرچی بگذره من پیر میشم آخه جوانتر که نمیشم. فرصت حاملگی رو از دست میدم. حالا چون شوهر اولم زود عمرشو داد به شما و سر سال نشده بیوه شدم یعنی تو این زندگی هم نباید همه بچه دار شدن و ثمره داشتن و خوشی و بچشم. آخه منم آدمم به خدا دلم میخواد مادر بشم بچه خودم رو داشته باشم بغلش کنم بزرگش کنم. اصلا گوش میدی به من؟ گوش میدی من چی میگم؟ بنداز دور این کتابا رو اصلا منو میبینی؟ دلم برای بتول میسوخت. راست میگه خیلی از زندگی و جوونیش ندیده. هنوز 17 سالش تموم نبوده که عروسی کرده و 7 ماه بعد سیاهپوش شوهرش دوباره خونه باباش برگشته و 1000 تا آرزو تو دلش مرده. ولی چیکار میشه کرد؟ تقدیرش این بوده. اینجا هم که به قول خودش هیچ دلخوشی نداره و از طرف آقا جونم هم حق داره. دیگه بعد مردن مامانم دل مرده شده و حال و حوصله ونگ و ونگ بچه رو نداره. اما از مامان قشنگم وای چقدر زود رفت. چقدر دلم براش تنگ شده. 6 سال مامانمو ندیدم. انگار یه عمر گذشته. حیف. واقعا حیف. بعد رفتنش بابام یهو پیر شد. چقدر اینا همدیگر رو دوست داشتن. بازم صداشونو میشنوم. چه شبی. یعنی امشب خواستم زود بخوابم کاش همونجا کنارشون نشسته بودم. لااقل شاید اونا هرس و جوش نمیخوردن آقا جونم با لحن جدی گفت
اون وقتی که قبل از خطبه عقد خونه آقات بهت گفتم من 2 بچه دارم و دیگه بچه نمیخوام، خوب فکراتو بکن بعد بشین سر سفره عقد. آرزو آمال نداشتی؟ نمیشنیدی چی میگم که حالا تا دور من خالی میبینی فقط یه ریز حرف و حدیثت میشه همین خزعبلات؟ قسم کردی زن، یه بار گفتم نه نمیشه، نمیخوام، من بچه نمیخوام، دیگه نگو. آخه زن قربون اون سرت بشم، بشین زندگیتو بکن، چی کارته به حرف مردم؟ سنی از من گذشته بابا، دیگه حال و حوصله این چیزا رو ندارم. منو چی به بچه کوچیک و زقزوق آخر عمری؟ 48 سالمه، ریش سفید کردم. صدای بتول میاد که داره گریه میکنه و من اصلا اعصاب و حوصله شنیدنشو ندارم. دلم نمیخواد حرفاشونو بشنوم. هرچی باشه زن و شوهرن و هرچی بگن به من مربوط نیست. برای همین سرمو کردم زیر متکا و متکا رو گذاشتم رو گوشام و محکم نگهش داشتم تا خوابم ببره. آفتاب افتاده توی اتاقم. ای وای، ساعت 5 دقیقه به 8. الانه که دوباره بتول خانوم جیغ و دادش بره بالا. تون تون رخت خوابم جمع کردم و از ایوون پریدم تو حیاط تا پشه بند و بساط تخت رو جمع و جور کنم. دست صورتم رو شستم و قالیچه رو تخت رو تا کردم و پشه بند و متکا رو آوردم تو اتاق. بابا و مرتضی رفته بودن سر کار و خونه سوت و کور و بی سر و صدا بود. آشپزخونه، حموم، اتاقا رو دیدم ولی بتول رو پیدا نکردم. دستشویی توی حیاط هم که خودم الان ازش اومدم و تو حیاط هم که نبود. پس کجاست؟ عجیبه. یعنی خوابه هنوز؟ از صبحونه بابا مرتضی چی؟ کی به اونا صبحونه داده؟ بابا هر روز ساعت 7 از خونه میزنه بیرون و برای همین 6:30 باید صبحونش آماده باشه. الان ساعت 8:10 است و یعنی چی؟ با شک و تردید رفتم سمت اتاق بابا و بتول آروم در اتاق باز کردم. خیلی عجیب بود. بتول هنوز خواب بود و از صدای باز شدن در از خواب پرید و با اخم نگام کرد. گفتم سلام، من نمیخواستم بیدارت کنم، فقط نگرانت بودم، ببخشید. بتول دماغشو پاک کرد و گفت چیه؟ فکر کردی غیب شدم و راحت شدین یا بابات منو برده فرنگستون و تو جا موندی؟ چشای بتول قرمز بود و تازه فهمیدم من بیدارش نکردم. خودش از قبل بیدار بوده و داشته گریه میکرده. صورتش کبود شده بود و گوشه لبش زخم. ای وای، دوباره بابام روش دست بلند کرده. هیچی نگفتم و در رو بستم و رفتم تو آشپزخونه. کتری رو روشن کردم. نمیدونستم چیکار کنم. الکی دور خودم میچرخیدم. عادت کرده بودم به این که بتول بهم بگه چیکار کنم چیکار نکنم، چون همیشه تو این 5 سال دور و برم بوده و به نبودش اصلا عادت ندارم. سفره رو پهن کردم و داشتم صبحونه میخوردم که بتول خانم اومد تو آشپزخونه. موهاش پریشون و شونه نشده بود و اصلا حال و حوصله نداشت و ساکت بود. یه راست رفت سر جعبه داروها و یه قرص برداشت و با آب خورد. نمیدونستم چی باید بگم. تا حالا اینجوری ندیده بودمش. همیشه قبل از اینکه از اتاقشون بیرون بیاد موهاش شونه شده و قشنگ بود و لباس مرتب و تمیز میپوشید. حتما دیشب یا امروز صبح دعواشون خیلی جدی بوده که اینطوری به هم ریخته و داغونه. صدای چرخ خیاطی میاد. پس نهار چی میشه؟ چیکار کنم؟ ساعت 1 بابا میاد و الانم که ساعت 9. سفره رو جمع کردم و جارو برداشتم، آب زدم و افتادم به جون خونه. گاز و کاشیای دورش رو پاک کردم، سماور آب کردم و آشپزخونه رو مرتب کردم. سبزی دیشب هنوز تو تشت آب مونده بودن. آبشون رو گرفتم و گذاشتم تو کیسه سبزی توی یخچال. البته ریحوناش گندیده بودن و مرزه ها تراوت خودشون رو دیگه نداشتن. سبزی‌ها رو کامل از آب جداشون کردم. از بس تو آب مونده بودن نابود شده بودن. به گلای حیاط آب دادم و حیاط رو جارو کردم. بتول اصلا حرف نمیزد و سرش به خیاطی بود. ساعت 11:25 شده و هنوز خبری از ناهار نیست. منم که بلد نیستم غذا درست کنم. جرأتم نمی‌کنم حرفی بزنم. نمیدونم چی میشه. وای، بابا که میاد سفره ناهار باید پهن بشه و جواب شکم این مرتضی رو کی میخواد بده؟ خدا به خیر کنه. آروم رفتم کنار بتول نشستم و دیدم همینجور که خیاطی میکنه برای خودش آروم آروم میخونه و اشک میریزه. از وقتی با بابا ازدواج کرده یه 5-6 باری بابا روش دست بلند کرده و حتی یه بارش حسابی آشولاشش کرده بود. جوری که بتول زیر کتک بابا قش کرد و بابام هنوز دست بردار نبود تا بالاخره عزیز جونم جون بتول رو نجات داد.
ولی بعدش بتول باز هم همون بتول سابق میشد و بنده خدا صداشم در نمیومد. نمیدونم این دفعه چی شده که اینطور غم داره. یکم گلاب ریختم تو لیوان آب و براش قنداب آوردم و گذاشتم کنارش. نگاهی به من انداخت و آهی کشید و آروم گفت نمیخوام. برو گوجه های توی یخچالو بشور و رنده کن و یه املت بپز. سرشو به دیوار گذاشت و چشاشو بست. خیلی رنگش زرد شده بود. خیلی دلم براش میسوزه. رفتم تو آشپزخونه و سرم به آشپزی شد. ولی با خودم تو فکر بودم و گفتم اگه آدم خانواده حسابی نداشته باشه روزگارش میشه مثل روزگار بتول. تازه بتول خیلی خدا یارش بوده که بابامو سر راهش قرار داده. وگرنه با اون داداشای لات و لوتش و بابای پیرش معلوم نبود چه سرنوشتی براش رقم میخورد. اینم از صدقه سری زنم و مهینه که بابامو راضی کرد که به خواستگاریش بره. شایدم از دعاهای مادر خدا بیامرزش بوده که بتول عاقبت به خیر شده. صدای زنگ در اومد و خواستم برم سمت در، دیدم بابا کلید انداخت و با مرتضی اومدن تو خونه. به خاطر اینکه بتول خیاطی میکنه و زنهای محل خونمون رفت آمد دارن، بابا همیشه حتی اگه کلیدش هم دنبالش باشه اول زنگ میزنه بعد میاد تو خونه. بتول اومد تو آشپزخونه و سر کابینت داشت ترشی‌ها رو تو کاسه میریخت و سبزی‌ها رو تو سبد سبزی خوری که بابا از پشت سرش اومد و یه پلاستیک گذاشت رو کابینت کنار بتول. بتول یه نگاهی به پلاستیک کرد و حرفی نزد. همینطور سرد یخ زده بدون اینکه به بابا نگاهی کنه کارش رو انجام میداد. سری سلام کردم و با ذوق رفتم پلاستیک رو برداشتم و بازش کردم و رو به بابا گفتم پارچه است. چقدر قشنگه. این پارچه برای کیه؟ وای چقدر قشنگه. بابام یه خنده منظورداری کرد و گفت به صاحبش رفته و بچه‌ای تو شکمش، گرچه انقدر گشنشه که سلام گرمشو خورده. بتول سری برگشت و پارچه رو تو بغلش گرفت و خنده و گریه‌اش رو یکی کرد و رو به بابام گفت یعنی نگهش دارم آقا مجتبی؟ یعنی دیگه نرم پیش اسمت خانوم؟ بابا همینجور که دستش تو موهاش بود یه خنده ریزی کرد و گفت دیگه اومده قدمش به چشم. والا زنگوله پای تابوت نمیخواستیم ولی حالا که خدا خواسته و خودش بی دعوت اومده دیگه چی بگم. شکر. قدمش به چشم. بابا دستشو گذاشت رو شکم بتول و تو چشاش نگاه کرد و گفت مبارکت باشه. بابا اینا رو گفت و رفت که لباسشو عوض کنه. من هنوز نفهمیده بودم چی به چیه. بتول اینقدر خوشحال بود که از ذوقش منو بغل کرد و همینجور که هنوز تو بغلش بودم گفت آیدا باورت میشه؟ باورت میشه دارم مادر میشم. راستش منم خیلی ذوق کردم. وای از اینکه بتول خوشحاله، از اینکه داره یه عضو جدید تو خونمون میاد، مهمتر از همه این که همه چیز قرار عوض بشه هیجان زده شدم و گفتم مبارکت باشه. بعد با شادی سفره رو پهن کردم و یواشکی به مرتضی گفتم بتول حامل است. مرتضی خیلی سرد و بیروح گفت پسر یا دختر کی به دنیا میاد؟ نگاهی بهش کردم و با تعجب گفتم والا نمیتونم. داشتم میرفتم تو آشپزخونه که دیدم بابا و بتول کنار هم ایستادن و منم یواشکی و بی سر و صدا زود برگشتم. این اولین باری بود که دیدم بابا بتول رو تو بغلش گرفته و میبوسه. ما هر روز صبحونه رو توی آشپزخونه و نهار و شام تو اتاق نشیمن میخوریم چون بابا علاقه زیادی به خبرها داره و زهرا وقتی میاد تا وقتی که ساعت 4 بشه و دوباره به مغازه برگرده تلویزیون خونه ما روشنه. بتول عاشق سریال دیدن و خیلی دلش میخواد که ما هم تلویزیون رنگی داشته باشیم. ولی بابام اهل ریخت و پاش اضافی نیست و به همین تلویزیون سیاه و سفید جعبه‌ای بسنده کرده. قاب عکسای جوونیش و ردیفی روی تلویزیون چیده و هر روز جانمازش رو کنارشون میذاره. بعد نهار از فرصت استفاده کردم و همینطور که بابا داشت نماز میخوند و بتول چایی درست میکرد رفتم تو آشپزخونه و خودم رو سرگرم ظرفا کردم و از عمد گفتم مرتضی خیلی دلش میخواد بدونه که بچه چیه و کی به دنیا میاد. اونم مثل من خیلی از این ماجرا خوشحاله و ذوق داره. اگه حرفی نمیزنه شما بذار به پای حجب و حیایی که داره و ناراحت نشو. بتول خنده قشنگی کرد و گفت عیبی نداره. من خودم هم هنوز هیچی نمیدونم وگرنه براتون میگفتم. آیدا همین که آقا مجتبی راضی شده من این بچه رو نگه دارم و سقط نکنم برای من یه دنیا ارزش داره. به خدا وقتی که گفت باید بچه رو بندازی غم دنیا رو دلم آوار شد. ولی به کسی چیزی نگید ها. نمیخوام کسی منو اینجوری ببینه. میدونی که چی میگم.
منظور بتول خوب میفهمیدم. همیشه وقتی کتک میخورد یا بابام از دستش عصبانی بود و کم محلیش میکرد و کلا حرف و حدیثشون شده بود، خدا میکرد کسی خونمون نیاد یا کسی چیزی نفهمه. دلش نمیخواست احدالناسی بفهمه که تو خونه ما چی میگذره. از عمه و زنمو خجالت میکشید و همیشه پیششون کم میآورد. گفتم خیال جمع، حالا کو تا من فک و فامیل رو ببینم یا که قوم و خویش اینجا بیان. تا عروسی منیژه عمو رحمت و دور هم جمع شدنمون هم 2 هفته دیگه باقی مونده. ولی خیلی دلم میخواد لباسمو به رخ لیلای عمو اکبر بکشم و دفعه قبلی که اینجا بودن خیلی برای من اشوه اومد و آستین پف مانتوشو به رخ من میکشید. خیلی لباسمو دوست دارم. خداییش خیلی قشنگ شده. دستت در نکنه بتول نباتا رو تو قندون میریخت و شادی از تو چشاش میبارید. متوجه اومدن بابا نشدم و سرم به اختلاط بود که ناقافل بابا اومد تو آشپزخونه و با برس آروم زد تو کمرم و گفت یه دختر اگه کدبانو و تر و تمیز باشه نباید موهاش تو برس خونه جا مونده باشه و کنار آینه تو دید همه جلوی محرم و نامحرم افتاده باشه. این آخرین باری باشه که همچین چیز ازت میبینم و حواستو جمع کن. منو که میبینی شونه خودمو دارم و کاری به این برس تو ندارم. ولی اون مرتضی سر به هواست، هر چی دم دستش باشه و برسه میزنه تو موهاش و فوری میره تو کوچه. میخوام بدونم به نظر خودت زشت نیست موی بلند تو توی موهاش باشه یا به لباسش چسبیده باشه و بره تو کوچه؟ سرمو انداخته بودم زیر و نفسم داشت بند میومد. بابا گفت در ضمن روز جمعه خیلی خودم رو کنترل کردم پیش عمودینا حرفی بهت نزدم دختر. آدامس میخوری بخور ولی درست بخور مثل یه دختر خونواده دار. اینکه اندازه یه تا گیو آدامس بندازی تو دهنت و اینجوری بجوی تاق تاق بتر کنی، نه بزرگ شدی نه خانوم، فقط بی شخصیت شدی و بی حیا. گفتم که فکر نکنی حواسم بهت نیست. با تو کج بذاری قلم پاتو خورد میکنم، فهمیدی؟ سرمو زیر انداخته بودم و هیچی نمیگفتم. یه دفعه کف ظرفا از روی دستام رو موکت آشپزخونه ریخت. ولی جرئت نمیکنم که سر بچرخونم یا حتی شیر آبو که باز مونده رو ببندم. بابا سرشو چرخون طرف بتول و یکم رفت جلوتر. منم از این فرصت استفاده کردم و تندی دستامو شستم و رو لباسم خوش کردم. بی خبر از اینکه بابام دوباره داره نگام میکنه. بابا یه نگاهی تند و تیزی به من کرد و گفت خدا رو شکر که تو این خونه حوله نیست. اصلا حوله کشف نشده. شایدم قحطی اومده. خیلی خجالت کشیدم. بابا رو کرد به بتول و گفت اینا وظیفه تویه که این چیزا رو به این دختر یاد بدی تا 4 سبایی دیگه تو هر خونه ای رفت ما یه خجالت خودش خونوادش نشه. بچه‌هامو سپردم دستت تا یادشون بدی و براشون دل بسوزونی. امانتدار خوبی باش. خدا پیغمبری اینا رو بار بیار. حالا که هنوز اون بچه به دنیا نیومده اوضاع اینو اینقدر غافلی. وای به وقتی که به دنیا بیاد و بهونه هم داشته باشی. بتول اینا مثل گیاه تر و تازن، هر جور شکلشون بدی همون جور شکل میگیرن. وقتی دیگه ریشه دار شدن و قد کشیدن فقط باید بشکنن تا بتونن تغییر کنن. خدا وکیلی حواستو بده به اینا. بچه آدم ثمره زندگیشه. فردا روز قراره از اینا نسل ادامه پیدا کنه. متوجه چی میگم؟ تو نه تنها در قبال من و بچه‌هام بلکه در قبال کل نسلی که در آینده از این بچه‌ها قراره شکل بگیره مسئولی. الکی که به زنان نمیگن مادر. بتول یه نگاه به من کرد و با هول و ولا گفت نه به خدا ببخشید آقا مجتبی، بهش میگم دیگه تکرار نمیشه. خاطرتون جمع. حالا هم حواسش نبوده. از این بابت خیالتون جمع باشه. ماشاءالله خودش یه پارچه خانومه. بتول اینقدر هول کرده بود و ترسیده بود که اصلا نمیفهمید چی میگه. فقط همه تلاشش این بود که بابا از خودش و بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد راضی باشه. چشای بتول دوباره پر از ترس و التماس شده بود و به بابا نگاه میکرد. بابام آدم سرد و گرم چشیده‌ایه. خوب نگرانی و اضطراب بتول فهمید و با رندی گفت اون پارچه‌ای که برات خریدم و بدوز برای عروسی منیژه داداشم بپوش. نمیخوام از کسی کمتر باشی. در ضمن همین 2-3 روز قراره یه پولی دستم بیاد برای تو و آیدا گوشواره میخرم. خیلی خوشحال شده بودم. بابا اینو گفت از آشپزخونه رفت بیرون. بتول هم ذوق زده دنبالش رفت. عجب بچه خوش قدمی. من که ندیده دوستش دارم.
خیلی دلم میخواد بدونم الان خونه مریم اینا چه خبره، ولی تا ساعت 4 نشه نمیتونم اونجا برم و تا وقتی هم که خودم خونشون برم و همه چیزو بفهمم دوست دارم 1000 مدل قصه بافی میکنم. آخه 1000 تا سوال بی جواب دارم و جواب همشون حتما پیش مریمه. برای بابا و بتول خانم چای آوردم و رفتم سراغ مرتضی و طبق معمول همیشه تو سر و کله هم میزدیم و شاد بودیم که بابا اومد تو اتاق و به دور از چشم بتول خواست با ما حرف بزنه. نگران شده بودم. گفتم آقا جون چیزی شده؟ بابا خنده‌ای کرد و گفت نه دختر، فقط خواستم بگم این روزا بیشتر حواست به بتول باشه و تو هر کاری که از دستت میاد کمکش کن. در ضمن حواست باشه وقتی خبر این بچه به خونه بابای بتول برسه دیگه خیالشون راحت میشه و جای دخترشون رو صفر میبینن و حتما اون برادرای بیلیاقتش به بهونه بچه سر این طرفا میزنن. به محض اینکه اینجا آفتابی شدن خبرم میکنی یا مبادا غفلت کنی. اصلا خوش ندارم با این آدمای بیزاد غیر از یه سلام احوال پرسی ساده و سرد حرف دیگه ای بزنی. حرفای بابا تو دلم خالی میکرد، ولی بابا راست میگفت. ممکنه دوباره سر و کلشون اینجا پیدا بشه و اصلا خوشم نمیاد که حتی ببینمشون. مرتضی اخماشو کشید تو هم و گفت بی خود میکنن اینجا بیان، فقط مایه خجالتن. بعد صداشو کلوفتر کرد و گفت آیدا تو هم حق نداری بهشون سلام کنی، شنیدی؟ مرتضی حرفش تموم نشده بود که دید آقا جون اخم کرده و ما بقیه حرفشو خورد و گفت ببخشید آقا جون هر چی شما بگید، و سرشو پایین انداخت. بابا و مرتضی از خونه رفتن و با اجازه بتول رفتم خونه مریم اینا. راستشو بخوای همین که جاسم خونه نیست یعنی یه نعمت بزرگ و باید از این فرصت استفاده کرد. گرچه خودش جاسم ذات درستی داره و چشم پاکه، ولی من خودم راحت نیستم. مریم از دیدن من خیلی خوشحال شد و محکم بغلم کرد. رفتیم تو اتاق نشیمن و شمس خانومم اومد. شمس خانم مادر بزرگ مریم زن خیلی مهربونی و بعد از مرگ شوهرش یه 20 سالی میشه که با پسرش و عروسش همخونه شده. از این ننه نقلیای تر و تمیز و شسته و رفته و سفید با لپای گلی که با زیبا خانم مادر مریم مثل مادر و دخترن. شمس خانم عادت داره حرفاشو رک و پوزکنده میگه و از هیچ کسی هم ترس و واهمه نداره، ولی از بس مهربون و دل سفیده هیچ کدوم از ما از حرفاش ناراحت نمیشیم و خیلی هم دوستش داریم. ولی نمیدونم چرا بتول زیاد دل خوشی از شمس خانم نداره. خونه مریم بودم که جاسمو با سر و صورت زخمی و پهلوی بسته آوردنش. مریم از جا پرید و سریع به کمک جاسم رفت. جاسم دختری از دخترای محله پایین رو دوست داشته و با موتوری که از پدر دوستش خریده رفته جلوی مدرسه اون دختر که خودنمایی کنه. ولی از بخت بدش همون موقع یکی دو تا از داداشای دختره که از دور مراقب خواهرشون بودن اونو میبینن و تعقیبش میکنن. میان توی محله خودمون سر وقتشو به قصد کش میزننش. خیلی دلم به حال جاسم سوخت. ولی چون جاسم خونه بود من و مریم رفتیم توی اتاقش و گفتم خب مریم اون پسره که به جاسم موتور داده کی بود؟ چیکار میگرده؟ اون کجا بوده؟ مریم هم جیکوبی که دوست قاسم یعنی سامانو برام رو دایره ریخت و گفت سامان تک پسره و خیلی خیلی خاطرخواه داره، ولی در مورد تو با جاسم صحبت کرده و مثل اینکه چشش تو رو گرفته شیطون بلا. گفته که عجب دختری سر به زیر و محجوبی هستی. راستی دکمه هایی که پیش پاش از هول ریختی روی زمین رو هم به جاسم داده. خیلی خجالت کشیدم. از این که سر به هوا بودم به خودم لعنت فرستادم. آخ آبروم رفت. مریم گفت در ضمن سامان میخواد تا چند وقت دیگه برای همیشه بره خارج. دیگه صدای مریم رو نمیشنیدم. آه از نهادم بر اومد. ای وای، ای کاش میشد تقدیرمون به هم گره بخوره. تو حال خودم نبودم. با ناامیدی به خونه برگشتم و مشغول کارای خونه شدم. آخه بتول بارداره و باید بیشتر از قبل هواشو داشته باشم. روزا میگذشت و بتول توپلتر و زیباتر از قبلش میشد. اخلاقش هم خیلی بهتر شده بود و دیگه قرولون نمیکرد. همه حواسش به من و مرتضی و بابا و کوچولوش بود. روز و شب من به یاد سامان میگذشت.
تا اینکه یه روز عمه لعبت اومد خونمون و برای چندمین بار منو برای پسرش خواستگاری کرد. بابا ناراحت میشد. بابا تصمیم نداشت که منو به این زودی‌ها شوهر بده، ولی این دفعه بابا کمی نرمتر شده بود و به عمه گفته بود اگه خود یلدا هم سعیدو بخواد و سعیدم تا پایان سال تحصیلی صبر کنه که یلدا لااقل دیپلم بگیره، بعد اونم اجازه ادامه تحصیل داشته باشه، از نظر بابا مانعی نیست و میتونن برای مراحل اولیه خواستگاری پا پیش بذارن. دوباره دلم پر کشید سمت سامان و آرزوهایی که تو خیالاتم برای خودمون تصور میکردم. من سعید رو دوست داشتم، اما عاشق سامان بودم. سامان یه چیز دیگه بود. اما اون خانواده‌اش با هم صحبت کرده بودن و قرار شده بود بعد امتحانات بیان برای خواستگاری. اما عمه از بابا اجازه گرفته بود که گاهی اوقات بتونیم من و سعید با هم صحبت کنیم. یه روز که بتول خونه نبود و برای چکاپ به بیمارستان رفته بود و من توی خونه تنها بودم، زنگ در حیاط رو زدم. با عجله چادر به سر کردم و رفتم جلوی در. سعید رو دیدم که جلوی در ایستاده و بسیار مرتب و شیک و ادکلن زده سرش رو آورد جلو و با خوشرویی گفت سلام خانوما، اجازه هست چند لحظه ای باهاتون صحبت کنم؟ گفتم سلام ببخشید. مونده بودم که چی بگم. گفتم ببخشید کسی خونه نیست. سعید گفت میدونم، من خودم بتول خانومو بردم بیمارستان، ازش اجازه گرفتم که بیام در خونه چون قرار دوستم سامان برای همیشه بره خارج و قرار با هم سفری به ویلاشون تو شمال داشته باشیم. بعد اونم ببریمش فرودگاه و اون بره و ما برگردیم. دوباره بند دلم پاره شد. سامانی دیدم که دورتر ایستاده بود اما منو نگاه میکرد. انگار با نگاهش داشت برای همیشه خداحافظی میکرد و منو برای همیشه به سعید میسپرد. سعید از اینکه کنارم ایستاده و با هم صحبت میکنه هیجانی وصف نشدنی داره. چشاشو همه وجودش میخنده. بعد از چند دقیقه صحبت کردن رو کرد به من و گفت اصلا دوست ندارم ترکت کنم، ولی چه کنم؟ بچه‌ها خیلی اصرار دارن که من برای آخرین بار مجردی سفر کنم. تمام وجودش چشم شده بود و منو نگاه میکرد. من هم که از سامان ناامید شده بودم و از طرفی به نوعی به سعید بله گفته بودم هم اصلا دوست نداشتم این لحظات تموم شه و سعید از پیشم بره. نمیدونم شاید چون سامان دورتر ایستاده بود و نگاهمون میکرد دلم نمیخواست تموم شه، چون در لحظه هر دو تاشون با هم میرفتن و من غم دوریشون رو نمیتونستم تحمل کنم، یا به نوعی در لحظه هر دو تاشون رو با هم داشتم. سعید و سامان بعد از خداحافظی رفتن و من دوباره قلب و روح و روانم و اون طرف در گذاشتم. با حسرت رفتنشون رو نگاه میکردم که سعید دوباره و 3 باره برگشت و نگاهم کرد. یه دفعه دیدم با 2 برگشت و سری دستای سرد و بیرو همو توی دستاش گرفت و به لبای داغ و آتشینش نزدیک کرد و گفت اصلا دوست ندارم ترکت کنم، ولی چون قول دادم مجبورم برم. عصر جمعه برمیگردم و بهت زنگ میزنم تا باز همو ببینیم. سعید رفت و تکی از وجود منو هم با خودش برد. این چند روز همش به سعید و سامان فکر میکنم و دارم خودم رو راضی میکنم که دیگه به سامان فکر نکنم و تمام قلب و روحم رو به سعید ببخشم. عصر جمعه است و هر بار که تلفن زنگ میزنه قلبم میریزه و فکر میکنم سعیده. نمیدونم چرا اینقدر منتظرم. به خودم نهیب میزنم خجالت بکش دختر، حیا کن. بتول هم اضطراب و نگرانی رو توی چهره من دیده و همش سعی میکنه با من صحبت کنه و حواس منو پرت کنه. از هر دری حرف میزنه تا زمان بگذره. عصر جمعه گذشت و شب شد. شبم به آخراش رسیده و هنوز خبری نیست. کم کم برای خواب آماده می شدیم که تلفن زنگ زد. بابا نزدیک تلفن بود و گوشی رو برداشت. سلام و احوالپرسی گرمی کرد، ولی بعد هیچی نگفت و با گفتن کی؟ چطور؟ الان میام. گوشی رو گذاشت. بتول دلنگرون پرسید آقا مجتبی کی بود؟ چی گفت؟ رنگ از چهره بابا پریده بود و با گفتن داداشم بود و بعد برم بیرون سری به اتاق رفت تا لباس عوض کنه. من و مرتضی و بتول متحیر مونده بودیم که چه اتفاق افتاده و با سوالات پشت سر هم بابا رو کلافه کرده بودیم. بابا هم گفت ماشین بچه‌ها نزدیک شهر خراب شده. چیز زیادی نمیدونم و باید برم بیرون ببینم چه خبره. الهی که به خیر بگذره.
شستم خبردار شد که نباید قضیه به این راحتی و باشه و چیز مهمتریه و بابا نمیگه. بابا رفت و من و بتول چند ساعتی پلک به هم نذاشتیم و منتظر خبر بودیم. دمدمای صبح چشم سنگین شده و از زور خستگی میسوخت. با خودم گفتم بیخبری خوشخبریه، نگران نباش. تو همین فکر رو بودم که نمیدونم کی خوابم برده بود. ساعت 7 صبح صدای بتول که وای چه خاکی به سرمون شده، حالا چطور به آیدا بگیم؟ لوبت خواهرت چی کار میکنه؟ از خواب پریدم. اول فکر کردم که خواب میبینم، اما صدای گریه بتول و بابا منو مطمئن کرد که اتفاقی برای سعید و دوستاش افتاده. گلوم خشکه و نمیتونم آب دهنمو پایین بدم. مثل مرده متحرک راه افتادم و بی سلام علیکی به سمت بابا و بتول که بغض کرده و اشک میریختن رفتم. بتول منو بغل کرد و شروع کرد با صدای بلند های های گریه کرد. بابا هم بغضش ترکید و 3 نفری شروع به گریه کردیم. لبام باز نمیشه و دهنم خشکه. زبونم مثل یه تکه چوب شده و نمیتونم حرکتش بدم. خدایا چرا آخه؟ چرا؟ بابا سری لباس سیاه پوشید و به ما هم گفت که لباس عوض کنیم و با هم راهی بشیم و بریم خونه عمه. وقتی رفتیم عکس رحمان پسرعمومو دیدم که کنارش نوار مشکی زده بودن. همه فامیل اشک میریختن و گریه میکردن. عمه هم داد میکشید و گریه میکرد و هر از چند گاهی از حال میرفت. خدایا چه اتفاق افتاده؟ چه خاکی به سرمون شده؟ رحمان و سعید و سامان و یکی دوتای دیگه از دوستاشون با هم رفتن شمال. رحمان مرده، سعید چی شده؟ اگه سعید من زنده است الان کجاست؟ گیج و منگ و متحیرم. نمیدونم. درونم غوغاست و آشوب. نمیتونم داد بکشم، نمیتونم به راحتی نفس بکشم. نمیتونم بپرسم که سعید من کجاست؟ در چه حالیه؟ بیرمق و یخزده کناری نشسته بودم که به یک بار بدنم شروع به لرز و رعشه کرد. روی زمین افتادم. نمیدونم چقدر طول کشید که به هوش اومدم. فقط بیحال و بیرمق چشامو باز کردم و دیدم که دورم شلوغه. عمه و بابا و بتول و دخترم و همه با اشک و آه و غم و غصه دورمو گرفته و هر کدوم چیزی میگفتن. چرا باید این اتفاق تلخ میافتاد؟ خدایا، یعنی هنوز لباس سفید نپوشیدم باید سیاه پوش میشدم؟ توی همهمه و سر و صدا و گریه شنیدم که سعید تو کماست. نمیدونم راسته یا نه. 1000 تا سوال توی سرمه ولی کسی نمیتونه جواب سوالات منو بده. مراسم رحمان بدون حضور سعید و دوستاش برگزار شد و نگم که چه قیامتی بود. رحمان یتیم بود و با سختی بزرگ شده بود و حالا این چنین راحت از بین رفت و همه رو سیاه پوش خودش کرد. مراسم 3 و 7 رحمان سپری شد و همه به خونه هاشون رفتن. ولی سعید هنوز که هنوز با مرگ دست پنجه نرم میکنه. دکترها گفتن که مگه معجزه بشه. از خودم خجالت میکشم. سعید که اینقدر با من مهربون بود و از اعماق وجودش منو میخواست، چرا من به سامان فکر میکردم؟ چرا قدرشو ندونستم؟ اگه زودتر بهش جواب بله میدادم شاید الان این اتفاق نیفتاده بود و سعیدم الان کنارم نشسته بود. هر روز میشینم و فکر و خیال میکنم. دارم دیوونه میشم. بین زمین و آسمون گیر کردم. اگه سعید رو از دست بدم چه کار کنم؟ اگه سعید زنده بمونه ولی خدای نخواسته مشکل حرکتی داشته باشه یا نتونه صحبت کنه یا وای از این افکار پوچ، چرا دست از سرم بر نمیداری؟ الان حدود 1 ماهه که سعید بین این دنیا و اون دنیاست. عمه لعبت و همسرش پیر شدن. خدایا کمکشون کن. تا الان که سعید ممنون ملاقات بود و ما هر روز پشت در اتاق جمع می شدیم و اون از مانیتور می دیدیم. اما از فردا قراره توی اتاق دیگه بیاد و هر از گاهی بتونیم برای چند دقیقه کنارش بشینیم و باهاش صحبت کنیم. دکترها گفتن اصلا معلوم نیست کی به هوش بیاد و ممکنه تا آخر عمرش زندگی نباتی داشته باشه. خدا جونم چیکار کنم؟ از طرفی سعید و دوست دارم و از طرفی هم من تا کی میتونم بشینم که آیا سعید به هوش بیاد یا نه؟ پسر خاله منیژه هم خواستگار منه و من بین این دوتا موندم که اگه به پسر خاله منیژه جواب بدم و قلب و روح عمه لعبت رو آزرده کنم آیا خوشبخت میشم؟ اگه ازدواج کنم و سعید به هوش بیاد چی؟ نمیگه چقدر بی‌وفا بودی؟
اگه صبر کنم او چند سال به هوش نیاد و به قول دکترا زندگی نباتی داشته باشه چی؟ دوستان همراه، من فروغ فرخ هستم و اینجا هیستوری موده. اینجا داستان‌های واقعی از زندگی شما عزیزان روایت میشه. اگر از شنیدن داستان‌های واقعی لذت میبرید، با لایک ها و کامنت های پرمهرتون ما رو همراهی بفرمایید و نظرات سازندتون رو برای من بنویسید. در صورتی که تمایل داشتید از زندگی شما عزیزان داستانی روایت بشه، لطفاً به آدرس تلگرامی که براتون گذاشتم روایات و داستانهاتون رو ارسال بفرمایید تا برای شنوندگان هیستوری مود اونها رو تعریف کنیم و شنوندگان عزیزمون بتونن از تجارب سازنده شما استفاده و بهره کافی رو ببرن. دوستتون داریم. شبتون خوش.